محسن بله ما یک اجرا دیدم این اواخر از تو به سفیر ژاپن نیمبون یاد میدی صورت. حالا با کدوم محسن التکیش روشن کن. آره میگی محسن ما جفتو میگیم بله. نه محسن شریفیان ما با کیایی کاری ندارم اینجا. تو الان داری به کیایی نگاه میکنی؟ نه میدونم نه این هم حالا نه شوخی کردم. نه آقا شوخی کردم. نه میگم محسن جدا به سفیر ژاپن نیمبون یاد میده. خدایا یا ما پولدار بشم یا محسن شریفیان به سفیر ژاپن نیمبون یاد بده. به ما دستان برسه به تمام دنیا نیمبون یاد میدم. نه ولی این جدیه جریان؟ جدیه. البته خب سفیر محترم ژاپن فروت خیامی رو یاد گرفت. یعنی من فکر کردم وقتی که دعوت گرفت چه هدیه‌ای بهش بدم که بمونه براش و نخواد حملش کنه، همیشه توی ذهنش باشه و بهترین چیزی که فکر کردم بهش یاد بدم و بمونه براش ملودی خیام خوانی بود. یعنی الان سفیر ژاپن خیام خوانی میکنه؟ بله میتونه بزنه به راحتی. تو کنسرت ما اومد اجرا کرد. اجرا کرد؟ بله چه باحال. البته خودش نوازنده فلوته. خودش فلوت میزنه. بله. نیمبون یاد گرفت و بله. شروع کرد به زدن و اینا. چقدر باحال.